اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام بینندگان و مخلصان عزیز برنامه های ما، امروز در برنامه خانوادگی آستانه و نزد شما به یکی از موضوعهای آمدم که انشاءالله اگر در زندگی خود همچون راهکار استفاده کردید، میبینید که چقدر از مشکل هایی که ما گمان میکردیم اصلا خاتمه یافتنی نیست، خاتمه مییابد. خیلی که میدونید عزیزان، خانواده یا خود عائله مکان آرامش برای هر یک فرد است. پروردگار میگوید والله جعل لكم من بیوتکم سکنه. پروردگار برای شما خانواده شما را همچون آرامش قرار داد و اینچنین همسر را هم پروردگار میگوید لتسکنوا الیها، تا که در کنار همدیگر زن و شوهر آرامش پیدا کنید. هر عائله که آرامش دارد میبینید از آن عائله چه گلدسته های چه فرزندهای بزرگ میشوند. عائله که آرامش دارد، فرزندان اون عائله قوت ذاکره قوی دارند، یعنی ذهن خوب دارند، چون آرامش سبب میشود که انسان خوب فکر کند، انسان خوب برای خود نقشه کشد. انسان از اینکه وقتی خود را در کوچه و بازارها گذراند، زیادتر به خانه خود برگردد و در خانه خود نشستن را دوست دارد. برعکس این، خانه‌ای که در آنجا آرامش نیست و میدانیم که آرامش را اساساً جنگ و جنجال تماما از ما میگیرد، یعنی خانه‌ای که در آنجا جنگ و جنجال زیاد هست و آرامش وجود ندارد، و جز عصبانیت و هزار و یک بیماری هایی که به محض جنگ و جنجال سبب میشوند و فرزندها نیز خیلی خیلی ضررهای جدی دارد. علل خصوص در آوان 16-17 سالگی هر دخترکی که یا هر یک پسر بچه‌ای که در خانه آرامش نمی‌بیند و دعواهای دائمی بین پدر و مادر خود را مشاهده می‌کند، حرکت می‌کند، در خانه زیاد ننشیند. الکی او بزرگ است، الکی اعصاب او دیگر تحمل کردن نمی‌تواند، برای همین زیاد در کوچه گذراندن وقت را، زیاد در خانه دیگران بودن را به خود ترجیح می‌داند، چون آرامش در خانه نیست. البته که نبودن آرامش در خانه چگونه که یک لانه شیطان میگردد آن خانه که جنگ و جنجال زیاد هست، و جز زن و شوهر که از بیماری و از هزار و یک بدبختی و از به همدیگر نفرت داشتن و حتی طلاق و حتی دست زدن به خودکشی و حتی دوست داشتن انتقام گرفتن، یعنی کلا دو نفر را به همدیگر دشمنی که میخواهند مرگ همدیگر رو ببینند، میخواهند عذاب یکدیگر رو ببینند، این چنین به فرزندان مظلوم بیچاره که برای خود این خانواده رو اختیار نکردند و تقدیرشان این پدر و مادر بوده است، چقدر ضررهای دارد. پس پدر و مادری که در خانه زیاد جنگ و جنجال میکنند، پیش از این که از پای پرینسیپ ها یا خواسته های شخصی خود بروند، درباره فرزندان مظلوم خود هم فکر کنند که حال این کودک ها در چنین خانه یا در چنین اتمسفر وقتی بزرگ می شود چی می شود. برای همین اینجا خواستم همراه شما برای اینکه کودکان ما در یک فضای آرام بزرگ شوند و خود ما هم عصبی آرام داشته باشیم، و من درباره عصبانیت و ضررهای عصبانیت برنامه‌ای داشتم که می توانید از آن استفاده کنید. خواستم برای جلوگیری یا گفتیم جلوگیری و پیش روی این همه جنگ و جنجال و عصبانیت و ناآرامی ها را گرفتن، یک چند توصیه علل خصوص برای خواهران داشته باشم. پیش از همه عزیزان، در ما یک علل خصوص در عروسک ها هم دیده می شود، فکری هست که گویا که در خانواده ها نباید جنگ و جنجال شود. کوچکترین جنگ و جنجال رو بعضی ها می بینن الکی خود رو تماما از دست می دهند و بیماری می زنند. بعضی ها یک و یک بار مردها به دهان طلاق می گیرند، زنها دیگر به همه جا آوازه و دروازه می کنند، گویا که نباید هیچ کوچکترین جنگ و جنجال هم در خانواده شود.
ولی در تمام رابطه هایی که بین انسان ها هست، فقط در رابطه های زن و شوهری نه، حتی با دوستت، با برادرت، با خواهر زاده خودت، با هر کسی که هم تو وقتی در رابطه هستی، خواه و ناخواه بار سوء تفاهم می شود. همدیگر رو نمیفهمید، همدیگر رو قبول نمیکنید، بعضا جنگ و جنجال می شود. یعنی در تمام رابطه ها خواهد نخواهد یکدیگر نفهمی می شود، چون فکر تمام انسان ها و ذهنیت همه انسان ها برابر نیستند و در خانه جنگ و جنجال یکی شدنش رو و با این چیز ما باید همیشه آماده باشیم و هنوز شوهر نکرده و زن نگرفته باید جوان ها اینها رو بدونن. این از مهمترین امر هاست. چیزی دیگر عزیزان، یکی از زیادی پیشباهایی که ما در زندگی میخوریم در تمام رابطه ها، چی با فرزندان باشد، چی با پدر و مادر باشد، چی با خویش و تبار، علل خصوص با همسر، از اینکه نه خود را خوب میشناسیم، نه خاراکتر شریک حیاتی خود را. وقتی که انسان اولا خودش را نشناخت و هیچ کس را شناخته نمیتواند و به کسی مدارا و مناسبت کرده نمیتواند. برای همین در ما در اسلام جهاد نفس است یا ضبط نفس است، یعنی خودت را شناختن و بالای غریزه های بد خود تحکم کردن. بالاترین جهاد جهاد نفس است، یعنی با خاراکترهای بد خود، با خواسته های بد خود که عقلت اجازه نمیدهد اما قلب و شهوت و احساساتت به تو اجازه میدهد یا مجبورت میکند تحکم کردن یا زور برآمدن به گفته عادی خودمان. این چیز بالاترین نجات هر انسان است. انسانی که توانست بالای احساسات خود، یعنی شهوت خود، بالای معده خود، بالای غضب خود، بالای زبان خود حاکمیت کرده توانست، او میتواند دنیا را حاکمیت کند، جمعیتی کلان را حاکمیت کند. برای آنکه او خود را به دست آورد، خود را شناخت، دیگران را هم میتواند و علل خصوص بالای فرزندان خود هم میتواند. یعنی شناخت آدم ها، شناخت اطرافیان کلید موفقیت های رابطه هاست و این چیز متاسفانه در ما از اینکه درباره خود زیاد فکر کنیم، چه خاراکترهای بد دارم، در کجاها زیاد پیشبو میخورم، کدام کارهای مرا زیاد شرمنده میکند، کدام گپهایم مرا چندین بار تماما زیر زمین کرده است، با کدام خاراکترهایم من توانستم دل کسی را به دست آورم یا ملهم درد کسی شوم. درباره خود فکر کردن رو فراموش میکنیم و همیشه درباره دیگران فکر میکنیم. چرا این میکرده باشد، چرا دروغ میگفته باشد، چرا همین خاراکتر داشته باشد و چرا همین گونه هست. یعنی ما زیادی درباره خاراکترهای بد دیگران فکر میکنیم و در مسئله زن و شوهری هم همین گونه. یعنی نفرانی هستند که میتوانند از صبح تا شام درباره خاراکترهای بد همسر خود صحبت کنند، یکی درباره خود هم صحبت کنید، هیچ به یادشون نمیآید که خاراکتر بد دارن یا ندارن، چون درباره خود اصلا فکر نکردن. پس اینجا اولین قدم ما و مهمترینش برای پیشگیری از جنگ و جنجال ها، چی جنگ و جنجال های خانوادگی باشد که شما اگر جنگ و جنجال های خانوادگی رو نصف کرده که نمیتواند به حد توان کم کردید، دیگر موفق میشویم با در دیگر رابطه ها با دیگران. اولینش این است که باید خود را شناسیم، کدام کارهایمان ما را چگونه که گفتم نابود میسازد و خاراکترهایمان و کدامش ما را توانست تا امروز نجات دهد. عیناً همین گونه وقتی انسان خودش را شناخت، خودش را میتواند کنترل کند، خودش را، یعنی درباره خود فکر کرد. برای همین در علم فلسفه هم هست انسانی که خود را نشناخت هیچ کس را شناخته نمیتواند. انسانی که با خود تفاوق یا با خود مصلحت کرده نمیتواند، خود را قبول کرده نمیتواند، هیچ کس را قبول کرده نمیتواند. مهمترین مسئله این است، خود را شناسید. کدام کارهایتان اشتباهی جدی است، کدام کارها شما را به غش و به غضب می آورد که تا توانید از آن خود را دور کنید، در کدام کارها شما توانستید مشکلی ها رو حل کنید. یعنی انسان قوت های خود رو در اینجا کشف می کند و سبحان الله پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی میگن الناس معادن کالمعادن الذهب والفضه، انسان ها معدن هستند مثل طلا و نقره، هرچی کاوی پیدا می شود. ببینید که انسان اگر درون خود رو گفت چقدر خاراکترهای خوبی رو پیدا می کند و چقدر کمبودی ها رو هم پیدا می کند که اگر فکر کرد آن رو حل می کند. و عیناً همین گونه وقتی خود رو شناخته
ما زیاد وقت میگیم نه اینجا اشتباه میکنم، من در همین حالت خود رو کنترل کنم، خود رو به دست آورم و شریک خود رو هم همین گونه. یعنی و ما خیلی شناس میکنن، خیلی یعنی یک مصیبت است که آدم شناختن و انسان های اطراف رو شناختن که بعضی ها عصبی مجنون هستن هرگز به آنها برابر نشو، بعضی ها خیلی انسان های احساسی هستن نکن که باید ها خفه شوند، بعضی انسان های ارکه هستن باید همیشه تعریف کنی. یعنی این گونه آدم شناسی و خاراکترهای مردم رو جدا کردن رو کاش هنوز در صنف 7 و 8 و کودکان می آموزانیدن مکاتب که مردم معامله کردن با دیگران رو یاد گیرن و در زندگی خانوادگی هم چقدر آسان میشه. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه میگن من تو جنگ و جنجال نکرده هم، یعنی سیاق حدیث همین گونه هست که گویا که تو جنگ و جنجال نکرده هم میفهمم که تو کی عصبانی هستی یا گفتیم کمی قهر داری و کی خیلی خوب هستی. وقتی که قهر و غضب میکنی اصلا نامی مرا نمیگیری به دهان، قسم خوری هم به ربی ابراهیم گویان قسم میخوری، نه اگر از من راضی هستی از من یعنی دلخون نیستی قسم به پروردگار محمد میگویی صلی الله علیه و سلم. حضرت عایشه هم میگوین وقتی پیامبر هنوز به خانه ندر آمده در دمی در بودند من از چهرهشان غضبشان رو حس کردم، فقط از نگاهشان. یعنی باره ببخشید حضرت عایشه رضی الله عنها حدیث در صحیح هست پرده ای که در آن صورت جاندار بود، خب انسان حیوان یعنی صورت جاندار بود که جاندار آمدگی است و خانه میکشند و تاقچه میکشند، پیامبر از در حتی داخل نمیشوند و هنوز نفهمیده که سبب چی است، فقط از چهره شوهر حضرت عایشه میفهمند و میگویند من پناه میبرم به الله اگر موجب غضب پیامبر شده باشم، اگر کاری را کرده باشم که پیامبر الله رنجیده باشم که من چیکار کردم که در چهره شما غضب میبینم. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعداً بیان میکنند که خانه‌ای که در آن عکس هست فرشته ها داخل نمیشه. و ببینید که یعنی شناخت شوهر خود از جانب حضرت عایشه فقط از چهرهشون هنوز دم نزده یا خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه اگر یعنی تا میتوان باید خاراکترهای یکدیگر رو کشف کرد، این به جاسوسی داخل نمی شود. از چه چیز خوشش می آید، چه چیز رو بد می بیند، از چه چیز نفرت دارد، خواه زن خواه شوهر. یکی از مشکلی های جامعه مرد سالار ما این است که در ما همین گونه اعتقاد است که هر چی در خانه هر غلطی هم شود یکم باید زن رود و بخشش پرسد، زن اینجا گناهگار است، زن سبب شد، زن باید دم نمیزد. همین گونه تربیه ها سبب شده ایستاده است که حتی یک بدبختی که به 1001 گناه دست میزند هیچ گناهی خودش در یادش نیست اما گپ گردانیدن زنش در یادش هست. عزیزان از دو طرف می شود، بخشش پرسیدن، همدیگر رو اصلاح کردن، درباره خطاگی‌های همدیگر و خطاگی خود فکر کردن فقط از جانب زن نه، این باید از دو طرف باشد. اگر از دو طرف نشد اون خانه خواه و ناخواه یک بار صبر، دو بار صبر، یک بار تحمل، دو بار تحمل، بعد میبینید که زن به چه چیز تبدیل میشود. چگونه ای که میبینید زنهایی هستند که بعد از 60 سالگی دیگر و شوهر 70 ساله خود هرچی به دهانشان آید میگن تو امروز تحمل کردم بعد از این اکنون تو روزت را ببین. برای همین اینجا برای روز فردا تا که فردا بدترین روزها بالای مردها هم نآید زنها هم نآید باید تفاوق یا پیشگیری از جنگ و جنجال از دو طرف باشد. پس اینجا عزیزان ببینید که شناخت خود را گفتیم، شناخت شریک یعنی شناخت همسر خود، همین گونه با فرزندها هم. سبحان الله مادری که خاراکتر فرزندهای خود را خوب میداند او میتواند به کی چگونه جزا دهد، کی را چگونه به راه برد. مادرانی هستند که هیچ گپی آنها به کودکشان نمیگذرد، مادرانی هستند که با یک نگاه فرزندشان میفهمد که مادر از آنها چی میخواد، چون مادر خاراکتر فرزندها را آموخته است و با آنها چگونه مراسا کرده است و مناسبت کرده است. با شوهر هم همین گونه باید باشد، یعنی زیادتر باید شناخت که از چه اینقدر نفرت دارد که به آن دست نزنی، از چه زیاد خوشش میآید، چی را زیادتر دوست می‌دارد که از پی آن شوی و کدام کارها او را تا اندازه از تو میرنجاند که دیگر حتی تصمیم طلاق میگیرد که به آن هیچ حتی فکر هم نکنی. یعنی این گونه انسان میتواند پیش راه جنگ و جنجال ها رو گیرد. او همیشه بد میبیند که مثلا خانه
تازه نباشد. او بعد میبیند که کودک ها زیاد گریه کنند. او بعد میبیند وقتی خشم تبار او آمد اهمیت ندادی و اینها باید اهمیت دی. برعکسش هم مردها هم باید عیناً بشناسند در زمان حاملگیش زن یکم احساسی میشود، زیاد گریه میکنه. نه چرا گریه میکنی، مگر تو از چی کم بودی داری؟ نه، باید بفهمی، حس کنی که چرا این گونه است. شاید سلامتیش خوب نیست، شاید حالش چنین است و دیگر حالت ها. یعنی شناختی خاراکتر و شناختی کی غضب میکند و کی خوشحال است و به همان نگاه کردن، مراسو کردن، این از مهمترین قسم دیگری هست که ما میگیم نه الان برای همین کاری کرده ما خیلی غضب میکند که این گونه خاراکترش هست، باید برای پیشگیری یا قبلا معذرت خواهی کنم یا کاری کنم که دیگر به همین چیز دست نزنیم. یعنی این خیلی مهم است، باید بشناسیم، خیلی هم خوب بشناسیم. چیزی دیگر عزیزان درباره شناخت خود گفتیم و شناخت همسر گفتیم که خیلی مهم است که زیادی ها نمیشناسن. عجیب است، چی چیز رو دوست می‌دارد در خاطرم نیست. اساساً کدام وقت مثلا از چی چیز خیلی غضب میکند و نفرت دارد در خاطرم نیست. من خودم هم اصلا چی رو دوست می‌دارم. انسان هستی، درباره خودت باید فکر کنی، بگذار دیگر چیزها رو. یعنی پیش راهی تفکر انسان رو میگرفته چیزهایی این است که ما مشغول چیز دیگر باشیم و همین هزار یک فیلم هایی که یکی میبینید خاطر شما رو دو سه روز میگیرد. برای همین ذهن مادر وقتی مشغول بیرون از خانه است، او در خانه خود هیچ مدیریت کرده نمیتواند. او یک انسان فشیل یا گفتیم خسرانی همه چیز رو از دست داده می شود که این بدترین احوال است برای یک زنی که اساسا او برای خانواده خود، برای همسر و فرزندان خود وقتی خوشی آورد و خوبی آورد تاج سری تمام عائله می گردد. مسئله دیگر عزیزان، مسئله برای پیشگیری کردن از اینکه جنگ و جنجال ها کم شود، قبول کردن همدیگر هست. میگیم خاراکترش به من معقول نیست، همین کارش خیلی بد میبینم، هر باره که میکند من جنگ میکنم. او هم میگه همین خاراکتر یک خاراکتری هست، مثلا او زیاد خوب میرد، او کم خوب میرود، او یگان کاری میکند که به من خیلی بد است. خاراکترها یا گفتیم عادت ها تقسیم میشوند. عادت هایی هستند که مثل عرق نوشی و فحش دست زدن و قمار باختن و حرام خوردن، این عادت های هست که با این گونه عادت ها زندگی کردن ناممکن است، یا باید اصلاح شود یا طلاق است. یعنی برای زن مسلمان صحبت من اساسا عزیزان برای خواهرانی هستند، برای نفرانی هست که میگن ما تازه میخوایم زندگی کنیم، ما یک زندگی آسایشته و تازه دور از حرام داشته باشیم. آنهایی که میگن نه برای من کی باشد هم عرق می نوشد و حرام میخورد، کی هم نباشد برای من یک بام و یک عائله باشد، برای آنها یعنی تاثیر نمیکند یا گفتن فایده ندارد. مخصوص نفرانی که میخوان در عمر کوتاهی که برای من هست، در این مدت عمر غنیمتی که سرشبی حیات ابدی برای آخرت هست، من میخوام تازه زندگی کنم، حیات آسایشته و امن و امان با رضایت پروردگار داشته باشم. خاراکترها رو باید تقسیم کرد. طبیعت هایی هست که همش آلوده گناه کبیره است، هرگز نباید با آن طبیعت ها خود رو عادت کنونید. او عرق میخورد بگذار خورد، به من چیز نمیشود. شریک هستی در گناهش، اگر به حضور نگاه کرده میستی و هیچ قدمی برای تغییر دادنش نمیکنی، فرزندان تو چی میشود، احوال تو چی میشود. یعنی گناه ها رو از اینجا جدا کرد و برای با این گونه شوهرها زندگی کردن خطا نکنم صحبت داشتیم. اما خاراکترهای عادی هست، کمبودی های عادی هست که در هر یک انسان وجود دارد، اما وابستگی دارد به شکلش. مثلا بعضی ها هستند که در عائله بزرگ شدن که حقارت برای آنها یک چیزی عادی بود، همیشه از مادر حقارت شنیدن، همیشه از پدر حقارت شنیدن، در کوچه همیشه حقارت شنیدن، بد زبانی عادتشون شد. آنها به جای رحمت گفتن که حقارت کرده میمونن. یعنی همین گونه بزرگ شدن و 25 سالش هست الان و دخترک میگوید من دیگر با این انسان هیچ زندگی کردن نمیتوانم. آخر نمیشود که هر لحظه یک نفر رو حقارت کرد، آخر نمیشود که یک بار تشکر کرده نتوانی. اما عزیزی من، این تا 25 سالگی همین گونه بزرگ شد، تا 25 سالگی در همین محیطی بد زبان ها بزرگ شد. تو که در 1 سال، در 2 سال، در 3 سال نمیتوانی تغییرش دهی. کاری که میکنی تو میتوان برای اصلاح کردنش با هر راهی که
باید در اینجا هم بشناسیم که کی رو با کدام راه می شود اصلاح کند، حرکت کنی. اما یک و یک بار آمده یک انسانی که 25 سال در چنین محیط بزرگ شد دیگر کرده نمی شود. اینجا باید صبر کرد. برعکس این هم این اصلا مثلا یک خاراکترهایی دارد که من در حیاتم ندیدم. آخر این گونه خاراکتر در عائله شما نبود اما در دیگر عائله ها بود. پس نمی شود که به خاطر همین خاراکترش که تو ندیده بودی یک و یک باره هر باره که دیدیم جنگ و جنجال کنیم، هر باره که دیدیم تصمیم طلاق گیریم. و تقریبا 85% طلاق هایی که در علیه خصوص جوان ها می شود می بینید که از یک چیزی بیکارچی شروع می شود. از یک چیزی عموما بیکارچی شروع می شود. یا لباسی تو چرکین است یا خودت چرکین هستی یا یکی چنین کلمه رو گفتی یا یکی چنین کردی. بعد از این چون شیطان انتظار این گونه موقع هست، شیطان به داخل می درآید و اینها گپشون زیاد شدن میگیرد یک طلاق می شود. از کوچکترین چیز ببینید من همین گونه خوراک رو نمیخواستم، همین گونه خوراک تیار کرده است، من در همین ساعت خواب میکنم، این در همین ساعت کار کرد که خواب کرده نتوانم یا مهمون آورد یا چیز دیگری آورد. از کوچکترین چیزها. اما این رو باید قبول کرد از انسانی که تو میخوایی با او عائله بنیاد کنی. برای اون که تصور کنید نه کودک 3 ساله نیست 4 ساله نیست که یک بار گفتی بد است، 2 بار گفتی نکن، یک و یک بار تغییر یابد. و انسانی بزرگ است و 18 سال و 20 سال کاری رو که کرده آمد نمی شود اینقدر زود تغییر داد. و اینجا مشکلی در آن می شود که آره در هر کسی که با اون نوع زندگی پیدا کرده یا حتی با کسی که هم شناس شده دوست نزدیکتان است، پس از مدت خاراکترهای بدی او را یک به یک ملاحظه کردن رو شروع میکنیم. این هم داشته است، اون هم داشته است. و بعضا در همسر خود این شروع می شود. دروغ بعضا میگوید، بعضا این گونه خطا دارد، بعضا این رو هم دارد، یعنی به شمارش. اما اینقدر شیطان به انسان کمک میکند که ما خوبی های او را نمیگوییم. پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث در صحیح مسلم است میگویند لا یفرق مؤمن مؤمنة این کره منها خلقا رضی منها آخر. به خاطر خطاگی مؤمنه رو بد نبینید، همسر خود رو بد نبینید. یک خاراکتری بدی داشته باشد خاراکتر خوبی دیگری هم دارد. اما تصور کنید پیامبر کلمه مؤمنه رو آوردن، انسان ایماندار، اونی که به الله ایمان دارد، دنیا رو به نظر وقتینچه یا یک حیاتی گذرا میبیند و فکر او آخرت است، فکر او رسیدن به هدف اصلی بهشت جاودانه است. او اگر 1000 خاراکتر بد داشته باشد 1000 خاراکتر نیکی دیگر دارد. اونهایی که در حقیقت مؤمن هستند، در حقیقت مؤمن هستند. برای همین عزیزان اینجا وقتی که بعضا در جنگ و جنجال یا به خاطر جنگ کفتن و یک جنگ رو در خانه به میدان برآوردن خطاکی ها رو این گونه بدبختی دارد، این گونه خاراکتر دارد میگوییم باید یک بار به خاطر الله بشماریم که چه خاراکترهای خوب هم دارد. اگر این بار هرگز ما را دستگیری نکرد به حالمون گذاشت، ببینیم چند بار ما را دستگیری کرده بود، چند بار پشت ما ایستاده بود. در این وقت با عقل و بدون احساسات یا گفتیم بدون مداخله شیطان و نفس اماره انسان فکر میکند، میبینید که ما چند خاراکترهای بدی او رو میدونیم و چند خاراکترهای خوبم دارد که در اینجا از روی انصاف قضاوت کردن میشود. اما اینکه خاراکتر او رو من زود قبول میکنم، خاراکترهایی که در کودکی یا از خوردی با بعض انسان ها بزرگ شد، چگونه که انسان هم بزرگ شدن میگیرد اون خاراکترش هم بزرگتر میشود. او را یک و یک بار معالجه کرده نمیشود، بعضیش رو هیچ کار کرده نمیشود، هیچ کار. بعضی شوهر یا زنها یا شوهرها از هر گشون میشود عصبانی هستند که خودت رو کشی هم و آرام نمیشود و همین خیلی عصبی میماند. اینجا باید با او بیسازی، با او راضی شوی، نه اینکه زود همین رو گرفته نه نمیتوانم تصمیم من. برای اینکه اگر از این جدا شدیم شاید از این بدترش هست، اگر خاراکترهای خوبی دیگر هم دارد و فقط مشکلیش عصبانیت هست. پس عزیزان قبول کردن خاراکترها و با او باید در اینجا تا اندازه حق دهیم که همین گونه او را بزرگ کردن، همین گونه او را تربیت کردن. برای همین در ما کسی اگر خاراکتری بد داشته باشد یکم بر پدرش یا مادرش حقارت میفرستن که اونها سبب شدن که با این خاراکتری بد این انسان بزرگ شد. اینجا باید به انسان حق دهیم که
محیطی که او بزرگ شد این گونه بود که چنین خاراکتر دارد و نباید به خاطر این خاراکترش هر بار گرفته با او جنگ و جنجال کرد. اما اصلاح کرده می شود، اصلاح کرده می شود. چه خیلی که در شعر هم هست، همنشین تاثیر خود را دارد. یا جلیس صالح میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم، و تو فقط با بویش هم اونی که عطر فروش هست اگر هیچی نکند هم بویش به تو آمده میستد. انسان خوب است خواه و نخواه تاثیر خوبی به او رسانده میتواند، اما بدون عجله و بدون شتاب که من زود میخواهم تغییرش دهم. مسئله دیگر عزیزان، یکی از مشکلی ها رو یعنی جنگ و جنجال رو پیشش رو گرفتن، فکر کردن درباره مشکلی هست. زیادی ها هستن میگویم به خاطر همین مسئله در خانه ما همیشه جنگ است. انا همین چیز سبب می شود که ما زیاد جنگ و جنجال کنیم. مدت 10 سال است که سری همین مسئله هر روز قریب در خانه ما دوام می شود. همین گونه یعنی وقتی که یک مشکلی تکرار به تکرار می آید و ما راه حل آن را پیدا کرده نمی توانیم، این ضعیفی، بیچارگی، ناتوانی از عهده نابرایی ما در عائله هست. یک مشکلی یک بار شد، دو بار شد، اما پای در پای شد، اینجا باید از پای حلش شد. و درباره مشکلی فکر کردن که از کجا مشکلی سر زده ایستاده است، آیا در حقیقت ارزشش را دارد که اینقدر عصبانی شویم، با همدیگر جنگ و جنجال، مش و گربه شویم، کودک ها گریان شوند، حقارت و دشنام و حتی بعضی قهرگی و بعضی برآمده رفتن و بعضی با طلاق انجام شود؟ آیا مشکلی چنین ارزشش را دارد؟ سری چی مشکلی هست؟ ببینید عائله هایی هستند فقط به خاطر چای گرم در خانهشان کشاکشی می شود. چرا؟ چای خنک است. انسان به خاطر یک پیاله چای می تواند اینقدر بین هم زد و کوب کند. نه او مرا قدر نکرد. شاید در حقیقت مقصد یعنی مسئله احترام نه، مسئله بود که دستش بند بود، بیمار بود، کودک داشت، کاری شد، فراموش کرد. علل خصوص اگر به نزدیکی که از مشاوران عائله رو گوش کرده بودم، میگفتن که اونهایی که برای زنهای خانشین آسان میدارن یک روز باید کلی کار زن رو انجام دهند از صبح تا شام. بعدا میفهمید که چقدر در خانه نشستن راحت نیست و چقدر کار و چقدر دوادوی میخواهد، علل خصوص مادری که صاحب 3 4 5 فرزند هست. اینجا ببینید عائله هایی هستن که به خاطر یک پیاله چای گرم، عائله هایی هستن که ما میخواستم مغازه رفتم تو همراه هم نرفتی، عائله هایی هستن که به خاطر اینکه پدری تو همین گونه انسان است، هر بار میبینم غشم میآید یا قهرم میکند، چرا پدر رو برای خود کی انتخاب میکنه. عائله هایی هستن که به خاطر مهمانی، یعنی کوچکترین مسئله هایی هست که عائله رو ویران میکند، کودک رو بی پدر میکند، کودک رو بی مادر میکند. تماما یک عائله‌ای که میتوانست به قله‌های بلندترین و به موفقیت‌ها کودکانش برسد نیست و نابود میشه. سبب چی؟ یک پیاله چای، 2 مهمان، شستن پرده، شستن قالین، آمدن مادر، رفتن کار، یک چیزهای عادی. برای همین عزیزان حتما باید علل خصوص درباره مشکلی هایی که پی در پی میشود فکر کنیم سبب چی هست، سبب چی است که این مشکلی می شود. بعدا بیاید در وقت خونسردی یا آرامی صحبت کنیم که ما همیشه با هم در سر همین مشکلی تلاش میکنیم، بیاید راه حلش را یابیم، فراموش از روی فراموش می شود یک جا نوشته کرده مانه، از روی فراموشی نمی شود از راه دیگر. بعضا می شود که مسئله پول، مسئله معامله های پولی بین زن و شوهر حتی تا طلاق میبرد. مرد میگوید خیلی اسرافکار است، زن میگوید خیلی خسیس است، با هم خیلی یعنی تا دزدی، حتی دزدی و معامله های خیلی خیلی پنهانی و از کیسه یا جیب شوهر دزدیدن و اینجا می روند. جنگ و جنجال ها اگر به خاطر مال زیاد می شود که تو به من نمیدی، تو به من چرا میدی، اینجا باید فکر کنیم شوهر چقدر باید برای زنش خرج کند و زن برای خود از کجا درآمدی داشته باشد که اینقدر در این مسئله داد و فغان نشود. یعنی مادر خواهرانی هستند که میگویند به مادر بیمارم کمک کردن میتوانم، این مرا دیوانه میکنم و قصدم رو از خانه میگیرم، قصدم رو از شوهر میگیرم، برای اینکه طبیعی است دختری که میبیند مادرش محتاج بیمار است و از دستش چیزی نمیآید خواه ناخواه عصبی میشود. اما با جنگ و جنجال این مسئله رو حل کرده میتوانی. باید راهی درستی پیدا کنی که چی کار کنم که از این مشکلی برایم، کدام راهی داشته باشم. و اینجا عزیزان پس چی مشکلی نباشد هم اساساً
برای چی ما جنگ و جنجالمون بالای چی است؟ به خاطر کودکا هست، حتما باید با کودکا صحبت کرد، به عقل خودش نگاه کرده. به خاطر تمیزکاری خانه یا خوراکه یا چای چیزی دیگری هست، این رو به خاطر مهمانی از سر این مسئله، به خاطر چیزی دیگر، یعنی مشکلی رو باید فکر کرده برای اینکه چرا چنین شده ایستاده است. و بعدا میبینیم که بعضی چیزهایی است که ما جنگ و تلاش میکنیم هیچ ارزش ندارد. بعضی درباره همسایه جنگ و تلاش میکنن، فلانی همسایه چنین است، او میگوید نه چنین است. این بعد تو چی همسایه چی هست؟ خواهرت شوهرش چنین بوده است، او میگوید نه چنین است. به هر توی اصلا چی؟ یعنی آوردن او به خانه شما برای شما چی فایده چی ضرر دارد؟ یعنی سر بعضی مسئله ها جنگ و جنجال می شود. یک بحث های کوچک که رفته رفته از خود بدن طعنه کردن، بدن تو خودت که هستی، تو زبان درست کردی، تو مرا این گفتی، جنگ کلان شده می رود. برای همین باید بگیم مسئله هایی که اصلا ارزش ندارن که عصبی خود را ویران کنیم، عصبی شریک حیات خودمان رو، فرزندان خود رو اینقدر میدونید پدر مادر وقتی داد و فیقان و جنگ و جنجال دارن چی ضربه های روانی شدیده که اصلا فراموش نشدنی است و فرزندان خود میدیم. از فرزندان بزرگ وقتی پرسیده می شود از خود چی در یادت داری، اگر دو سه موقع خوب باشد زیادی جنگ جنجال ها رو او فراموش کرده نمی تواند، چون خیلی تاثیر روانی دارد. برای همین علل خصوص درباره مشکلی هایی که جنگ و جنجال های تکراری فکر کنیم. وقتی همون جنگ شروع شدنی شد، وقتی ما دربارش فکر کردیم گپ رو تموم میکنیم که نه در این مثلا ما پیشتر گپ زده بودیم یا حل نشده نیست یا اینکه راهی حلش شد، دیگر در این باره صحبت نکنیم. علل خصوص گپ های پوچ یا گفته مسئله های پوچ که زیادی اثر آن دعواهای بزرگ صورت میگیرد. مسئله دیگر عزیزان مسئله غضب هست. هر چی کردیم و دیدیم و پشیمانیم از غضبمان است. سبحان الله، چی بلاهای در وقت غضب انسان به سر خود و عزیزانش نمی آورد. همه طلاق ها در سر غضب می شوند. آره، تقریبا همه طلاق ها، همه از هم جدا شدن ها، همه زد و خورد و لط و کوب و دشنام ها در سر غضب می شود. پس چیکار کنیم که این مسئله حل شود؟ ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند قوی ترین شما گشتنگیر نیست بل آن هست که یملک نفسه و عند الغضب، در وقت غضب خود را به دست میگیرد. زنی که در وقت غضب خود را به دست گرفته میتواند 70% مشکلی هایش در زندگی حل است. زنی که در وقت غضب خود را ساکت داشته میتواند، یعنی غضب نکرده علاج نه، خواه و نخواه سخنش تاثیر میکند، علم میکند، اما خود رو به دست می آوری و مثل او دیوانه نمیشوی، 70% مشکلی ها در زندگی حل می شود. برای آنکه اون نفر غضب کرد و این طرف ساکت است، او دیوانه نیست که تو رو بیاد مجبورت کند که داد و فغان کنی اگر خود رو به دست گرفته توانی. و این طرف هم مردهایی که در وقت غضب خود رو به دست گرفته می توانند به جایهای می رسند که انسانهای عصبی اصلا رفته رسیده نمی توانند. کدام فرزندی رو نبینید که خیلی پیشرفته است تقریبا صحبت میکند از آرامش پدرش؟ کدام مدیری رو دیدید که تمام زیردستانش، همکارانش، کارگرانش خیلی به او احترام دارند و دعا دارند که از سر ما همین انسان رو پروردگار نبرد؟ میبینید که چقدر انسان آرام است. در خانه هم عیناً همین گونه است. از انسانهای آرام همیشه در دعا هستند که همین انسان همراهشان باشد، اما انسانهای عصبی برای خود و برای جامعه و اهل و خانوادهشان چه مشکلی هایی می آورند. پس اینجا در وقت غضب اولین چیزی که از البته ساکت بودن است، آرام شدن است، فرو بردن غضب یعنی زبان رو به دست گرفتن هست. در وقت غضب انسان وقتی خود رو زبانش رو علل خصوص داشت، میبینید که از دو طرف جنگ زیاد شدن نمیگیرد، چون در وقت غضب انسان عقلش بالای او حکم نمی کند، احساساتش، انسان فقط با احساس هر چی میگوید از احساس میگوید، از عقل نمیگوید. برای همین خواهرانی که میگویند در وقت عصبی بودن مرا این گفت حتی فاحشه گفت حتی این گفت، عزیزم و یگان آن چیز رو از عقلش نگفت، نباید پروا کنی، همش رو از دیوانگیش گفت. میتوانیم بگیم از دیوانگیش گفت، چون احساسش یا اینکه تمامی این چیزهایی که او میگفت از عقلش نبود. برعکس این هم بعضی برادرانی که میگن در وقت غضبش مادرم رو یکی طعنه کرد یا خودم رو، اینجا بدانیم بگوییم که انسانی که در وقت غضب صحبت میکند او چیزی رو از عقل خود نمیگوید.
از طرف شیطان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن غضب از شیطان است، با آب آن را آرام کنید یا حرکت کنید. می توانیم برآمده از خانه رویم مدتی، می توانیم کمی دور شویم و این چیز را تماما از بین بریم. و مسئله دیگر عزیزان در این مسئله خبرکشی کردن به خویش و تبار است که با خبرکشی های خود به خویش و تبار مشکلی ها 10 برابر و 100 برابر می شوند. و چیکار کنیم که این گونه خبرکشی از بین رود؟ انشاءالله موضوع مستقیم یا موضوع برنامه دیگری در این باره همراه شما انشاءالله هفته آینده خواهم داشت. درباره خبرکشی یا فاش نکردن جنجال های خانوادگی و خویش و تبار یا به کی ها می توانیم مراجعت کنیم که انشاءالله فایده خوبی برای شما عزیزان می شود. این بود موضوع امروزه من همراه شما، با امید آنکه برایتان کمک کرده باشم یا اینکه در زندگیتان از این استفاده برید. شما آن را به الله یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.